goldentutorials.com. سلام دوباره خدمت دوستان عزیز، با شما هستیم با یکی دیگه از آموزش‌های چند رسانه‌ای فتوشاپ. در این جلسه قصد داریم قابلیت‌های اسمارت آبجکت رو به شما آموزش بدیم. اما اسمارت آبجکت چیه؟ خب اسمارت آبجکت یک قابلیت در فتوشاپه که میتونه به لایه‌ها نسبت داده بشه. به عبارت دیگه شما میتونید با تبدیل لایه‌های معمولی به لایه‌های هوشمند یا همون لایه‌های اسمارت آبجکت از قابلیت‌های زیاد این ویژگی استفاده کنید. میشه گفت که اسمارت آبجکت حالتیه که قالب اصلی شی‌ها و لایه‌ها رو تو خودش نگه می‌داره و شما میتونید بعد از تغییرات زیادی که لایه‌ها انجام دادید اونا رو به حالت‌های دیگه در بیارید یا حتی به حالت اول برگردید. برای مثال اگر شما یک تصویر عادی رو خیلی کوچیک کنید و تغییرات اعمال کنید، اگر اون تصویر وکتور نباشه بعد از تغییر سایز مجدد بسیاری از پیکسل‌ها از بین میره و تصویر نمیتونه به حالت نرمال خودش در بیاد. اما اسمارت آبجکت این قابلیت رو داره که حالت بزرگتر تصویر رو حفظ کنه و شما بتونید پس از کوچیک کردن تصویر مجددا این امکان رو داشته باشید که تصویر رو بزرگ کنید. برای درک بهتر این مسئله ما دو تصویر آماده کردیم و میخوام یک تصویر به صورت عادی و یک تصویر به صورت اسمارت آبجکت کوچیک کنیم و سپس بزرگ کنیم. خب اول از همه که از لایه ها رو به لایه هوشمند یعنی اسمارت آبجکت تبدیل میکنیم. برای این کار کافیه روی لایه کلیک راست کنید و گزینه کانورت تو اسمارت آبجکت رو کلیک کنید. با این کار یک نشانه در روی تصویر لایه ظاهر میشه که شما میتونید بفهمید این لایه یک لایه اسمارت آبجکت. خب ما این تصویر رو کوچیک میکنیم به نسبت یکسان تصویر رو کوچیک میکنیم. این تصویرم به همون مقدار کوچیک میکنیم. خب همونطور که میبینید دو تصویر رو به یک اندازه کوچیک کردیم. حالا دو تصویر مجددا بزرگ میکنیم. همونطور که میبینید تصویر بسیار تار شده و حالت اولیه خودش رو از دست داده. خب حالا هم لایه اسمارت آبجکت همون رو مجددا بزرگ میکنیم. بله همونطور که میبینید تصویر به هیچ عنوان حالت اولیه خودش از دست نداده و به همون حالت اولیه در اومده. پس کاربرد اسمارت آبجکت رو در تغییر سایز فهمیدید. البته اینم بگم که اسمارت آبجکت در این قسمت این قابلیت رو داره که بعد از تغییر شکل و حالت تصویر مجددا حالت اولیه تصویر رو حفظ کنه. در قسمت بعدی در مورد اسمارت فیلتر صحبت میکنیم. خب یکی دیگه از کاربردهای اسمارت آبجکت فیلتر هوشمند یعنی اسمارت فیلتر. برای اینکه با این ویژگی آشنا بشید اول از همه لایه اصلیمون رو به لایه هوشمند یعنی اسمارت آبجکت تبدیل میکنیم. برای این کار همونطور که گفتیم کافیه روی لایه کلیک راست کنید و گزینه کانورت تو اسمارت آبجکت رو کلیک کنید. میبینید که یک آیکون در این قسمت به لایه اضافه میشه و به شما میگه که این لایه اسمارت آبجکته. خب حالا یک فیلتر دلخواه روی این تصویر اعمال میکنیم. برای مثال فیلتر گاسی بلو رو بر روی این تصویر اعمال میکنیم. اوکی کنید. خب میبینید که یک شی جدید به نام اسمارت فیلتر همراه با فیلترهای اعمال شده به لایه اصلی اضافه شده و شما میتونید با هر بار دابل کلیک روی نام فیلتر مقدار اون رو تغییر بدید. همچنین میتونید با دابل کلیک روی این قسمت مود این فیلتر رو به راحتی تغییر بدید. میبینید که اسمارت فیلتر
بسیار در فتوشاپ کاربرد داره و به شما کمک میکنه تا بتونید فیلترهای دلخواه به هر تعداد که دوست دارید به تصویر اضافه کنید و در زمانهای بعدی اونا رو ویرایش کنید. برای مثال من یک فیلتر دیگه به تصویر اضافه میکنم. میبینید که فیلتر دوم یعنی لایتینگ افکت هم به این قسمت اضافه شده. goldentutorials.com خب در این قسمت میخوایم لینک کردن چند لایه توسط اسمارت آبجکت رو به شما آموزش بدیم. برای مثال ما 4 لایه مختلف داریم و میخوایم افکت های مشخصی رو به یک باره روی اونها اعمال کنیم. یک راه اینه که ما لایه ها رو با هم مرج کنیم و افکت همون رو اعمال کنیم. ولی این روش یه مشکل بزرگی که داره اینه که برای مثال ما نمیتونیم روی هر لایه به صورت مستقل کاری انجام بدیم چون لایه ها با هم یکی شدن. یک روش دیگه که ممکنه بگید میشه همچین کاری کرد روش گروپ کردنه، یعنی لایه ها رو با هم یک گروه کنیم. اما این روش هم مشکلی داره، اونم اینه که ما نمیتونیم روی گروه ها افکت رو اعمال کنیم و گروه ها فقط برای دسته‌بندی لایه ها استفاده میشه. خب تنها یه روش باقی میمونه و بهترین روش همین روشه، اونم روش اسمارت آبجکت که تمامی امکانات مورد نظر برای ویرایش و اعمال افکت به صورت یکباره رو برای لایه به ما میده. خب برای این کار اول از همه تمامی لایه ها رو انتخاب میکنیم. روی یکی از لایه ها کلیک کنید، فرقی نمیکنه کدوم لایه، و گزینه کانورت تو اسمارت آبجکت رو کلیک کنید. خب همونطور که میبینید تمامی لایه ها با هم یکی شدن، ولی این کار خیلی با مرج کردن فرق میکنه چون شما قادرید که روی هر لایه ویرایش های مورد نظر خودتون رو انجام بدید. برای این کار فقط کافیه روی این قسمت یعنی آیکون اسمارت آبجکت دابل کلیک کنید و روی اوکی کلیک کنید. میبینید که یک تب جدید در این قسمت باز شده و تمامی لایه های اسمارت آبجکت در این قسمت قابل ویرایشه. روی نکته بارز در این قسمت اینه که این تب با تب قبلی تعامل دو طرفه داره، یعنی شما هر تغییری که اینجا انجام بدید بر روی تب قبلی اعمال میشه و هر تغییری که روی تب قبلی انجام بدید در این قسمت اعمال میشه. و برای مثال ما یکی از این عددا رو میخوایم پاک کنیم. خب فقط کافیه فایل و سیو برید. میبینید که در این قسمت هم اون عدد برداشته شده. برای مثال میخوایم یک افکت دلخواه روی این لایه که تمامی لایه رو در بر داره اعمال کنیم. میبینید که به راحتی میشه این کار رو انجام داد. goldentutorials.com خب یکی دیگر از ویژگی‌های اسمارت آبجکت اینه که میتونید به راحتی و بدون دردسر تصاویر رو با هم جایگزین کنید. برای مثال ما در اینجا یک طرح کتاب داریم و میخوایم تصویر روی جلد اون رو تغییر بدیم. یک راه اینه که تصویر اول رو پاک کنیم، تصویر جدید رو وارد کنیم، مکان لایه ها رو تنظیم کنیم و بسیاری کارهای دیگه. ولی اگر شما لایه رو به اسمارت آبجکت تبدیل کنید به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. خب اول از همه لایه‌مون رو به اسمارت آبجکت تبدیل میکنیم. برای این کار همونطور که گفتیم روی لایه کلیک راست میکنیم و کانورت تو اسمارت آبجکت رو کلیک میکنیم. خب برای جایگزینی عکس کافیه به مسیر لایر، اسمارت آبجکت و ریپلیس کانتنتس برید. در اینجا عکس مورد نظر خودتون انتخاب میکنید و پلیس رو کلیک میکنید. میبینید که به راحتی عکس جدید جایگزین عکس قبلی شد. خب
طرز استفاده از موکاپ هم یاد گرفتید. امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید. تا آموزش دیگه، خدا نگهدار. goldentutorials.com